راز شناور ماندن در هوا. شاید این صحنه برات آشنا باشه. یه نفر بدون هیچ تکیه‌گاهی وسط هوا معلقه. ما قبلا هم یه شبده شبیه این رو تو یکی از ویدیوهای قبلیمون نشون دادیم و توضیح دادیم که چطور شبده باز ما رو فریب داد. حالا قراره یه اجرای دیگه از این شبده معروف رو ببینیم، ولی ناامید نشو، چون راز این یکم با قبلی فرق داره. استیوی پینک این اجرا رو اینطوری شروع میکنه که اول یه خانم رو روی یه میز میخوابونه، بعد میز رو از زیرش برمیداره طوری که انگار داره توی هوا شناور میمونه. اما این فقط اولشه. شبده باز کاری میکنه که اون خانم وسط هوا دور خودش بچرخه. بعدش هم یه حلقه هولا هوپ برمیداره و از دور اون خانم رد میکنه تا به تماشاگرها نشون بده که هیچ تکیه‌گاهی وجود نداره. خب سوال اصلی اینه چطور این کار رو میکنه؟ واقعا قدرت جادویی داره که میتونه یه نفر رو وسط هوا نگه داره؟ نه اصلا. حالا بیایید راز این شبده رو با هم کشف کنیم. در واقع تمام این نمایش با یه سازه‌ای خاص انجام میشه که خیلی ماهرانه از دید تماشاگرها مخفی شده. برای کار کردن این سازه یه منبع برق نیازه که اونم زیر کانه اینجا پنهون شده. اول شبده بازی پنکه روشن میکنه تا همه فکر کنن منبع برق فقط برای اون پنکه است، ولی در واقع برق داره میره به یه مکانیزم خاص به اسم جاک، وسیله‌ای که برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده میشه. اگه با دقت نگاه کنی یه تخته مشکی هم اینجاست که برای مخفی کردن اون جک استفاده شده. الان دیگه احتمالاً متوجه شدی که ماجرا از چه قراره. خب حالا دیگه احتمالاً فهمیدی که چطور شبده باز جلوی جوک میایسته و با یه دکمه که پیش خودش نگه داشته جک رو کنترل میکنه. با این کار اون خانم آروم آروم شروع میکنه به شناور شدن توی هوا. اینجا اگه با دقت نگاه کنی وقتی دست شبده باز یه ذره پایین میاد میتونی اون تکیه‌گاه رو ببینی. به این شکل شبده باز خانم رو از همه جهت میچرخونه. اما سوال مهم اینه چطور تونست حلقه هولا هوپ رو از دور اون خانم رد کنه در حالی که به یک سازه وصل بود؟ پاسخ توی طراحی خاص اون تکیه‌گاه. این سازه یه شکل مانند داره که باعث میشه حلقه رو بتونه به یه روش خاص از دور خانم رد کنه. اگه دقت کرده باشی میفهمی که شبده باز حلقه رو از جلو تا پشت نمیبره، بلکه به یه شکل خاص فقط دورش میچرخه. به این ترتیب همه رو فریب میده. ولی حالا دیگه تو میدونی راز این شبده شگفت‌انگیز چیه.